ولی تشتو از برخورد میده به عنوان برای دل همه سی معلفه خواه به عنوان به اصطلاح کسی که از حسیم رخشنبیر ناسکم سی خصلتی هم بیرنیده. یک قاعدتا رخشنبیر نقده دکه وقتی نقده دکه یعنی اصولای نقده دی بیجه او اوضاع سیستم و نها ویگوی حاکمه به هر حال هندگ نارسایی هنه کافی نه از خاتمه وینه نقد بکن نقصانی از ناس کن وانا به اصطلاح حالا هنجا راهکار داده هنجا لزوما جمع نه راهکار جی بده هنجا هر دو بر راهکار نده بیجه نقص اولا ناقص نقدی پس همون تشته ولی نقدی دتش داره که مخصوصا بحث قدرت سیاسی قاعدتا نقد قدرت سیاسی در دست بیدی کرد. حالا او قدرت سیاسی حالا منظور فقط طبقه سیاسی نه منظور هژمونی سیاسی و حاکمه و یک سر خود جامعه فرهنگ و جامعه جو نقد کرد فرهنگ و حاکم سر جامعه فرهنگ و تودا فرهنگ و نخبه اونو نقد کرد. پس از فکر که یک شاخص معلفه که هم بکن روشن فکر ناسکن بحث نقد کرنه کسی که کن نقد دید یاد داده کسی که واقعا حالا برای حتی برای بر دانشمند جیبی شوره بکرد متفکر جیبی شوره بکرد یعنی التزام که اجتماعی ہے دغدغه جامعه ہے جیره مهمه کو یعنی بو انسان ها بو کسی که جامعه در دجی چتش دل بی پیش آن چتش بقومه پس معلفات دیگر یعنی دغدغه جامعه ہے التزام اجتماعی و هم دغدغه ہے و هم به نوع التزامایی ہے یعنی خوشری که به هر حال سرنوشت وی جامعه دزانه و سرنوشت وی انسان کوی کوملی در دجین جیره مهمه حالا از این کارتیم گلای دیجیم یه بحث سیاسی اول که واقعا روش رو استفاده کرد روش که خب عرض روشن فکری به عنوان پدیده که حداقل مدرن هم برخواه برنیده به تعریف که خاص کسی که عقلگرا از دیده خردگرا یعنی روش رو بررسی دیگه به روش که عقلگرایی برخواه دیده یعنی بر اساس متد در لحاظ متدیک متد که عقلانی و علمی برخواه ده روشه اگه قصه کیده بجه اگه تحلیل کیده که تحلیل که فلسفی و که تحلیل که جامعه شناسی و وینا یعنی در واقع روش اسلوب که علمی و عقلگرا برخواه دیده شاید هندک مصلح اجتماعی جی هبن ولی مصلح اجتماعی شاید مثلا چند سال پیش نو گل روشنفکری که ایو هم ده بیجن گل هم منطبق نبود تعریف اونجا یک نبود پس در واقع از روشنفکری پدیده که دیدم به نوع گل سه نفر و سه کسا دل حقصه که گل خواهد پرسه که اوتوپیام چیکه آرمانام چیکه ایدولوژی که پی باور هیا زل آدادی سر گل فرهنگ و تو دی گل فرهنگ و ملت قصه که کنه بزنه فرهنگ و تو دی فرهنگ و ملتی چیه آیا چه زاویه که برخورد به عنوان سلسله مراتب مثلا نخبه گرایی برخورد دیده نه ها به عنوان کسی خواهد عضوی برخورد دیده یا در واقع وی فرهنگی چه نقل لیه خواهد کی در آبی فرهنگی در دزانه و از لاسه بحث قدرت سیاسیه و هیو برای معرضی حالا تعریف به اصطلاح روشنفکری گلکه ولی از تعریف رو که حالا من مد نظر آمده هیو و تشتی از فکر که زیادتر در واقع اتفاق سره برای جریان روشنفکری که اولین تشتی ذهن ماده یا که هی نقد قدرت سیاسیه یعنی قدرت سیاسی حتما نقد کنه و خواهد جز قدرتی در ند وقتی بوی جز قدرتی چوی جز قدرتی خب به نظر آمد بید مثلا بروکرات بید جز به اصطلاح وی قدرتی البته اول جز قاعده به اصطلاح وی لایزی نه هم داوری و ارچی نا که باشه مثلا تحریر قدرتی باشه دوره راستی ولی قاعدتا کسی که چند نوع دوره دسته که به عنوان روشنفکر هم دبی قدرت نقد که هم دبی عرض بزرگ ملت خواه فرهنگ خواه نقد یعنی او تشتنه به هر حال نظر من خصیص و رخشنبیر که یا روشنفکر دو کاره ببن دکتر جان ببخش ما چارچوبه که مشخص بون نقاد بونی هیا یا نه چون گو مگالا جارو دیگه طرف جی که رخنی بکرد بازم دید که یعنی نقزنه جی جایی که تخریب کرد چه معلفه چه کنه میبینیم حالا بعد دیدنام مده نظرم مده به هر حال نقد قاعدتا دبی خط سور نقد چه نبن وقتی نقد کی دبی چه خط سور که قائل نبی به هر حال اوج واقعیت که واقعیت جامعه محن هنده هر جامعه هر فرهنگی به هر حال نیخواره
یعنی در واقع مرز بحرانی هنن خط سور هنن ولی هم هندی دکارن بیان خط سور هم برقرار که وقتی نقد کن حالا تشتی جناب تحت بیجاست فکر کن بحث و ممزیدت بحث و آداب و اخلاق و نقد نظام به هر حال نقدی جو خورا روشه که مثال از به عنوان کسی که نکنم به من نقاد سینما نقد ادبی بکن یعنی دبی به هر حال ما دانشایی هبه هم دانشایی هبه هم هنرایی هبه و وقت تشتا کن اون سرده میدون بحث و تخریبی یا بحث هم دبی خوب آداب و اخلاق هیا برای هر نقد بیشیدم هر دست بکو برنامه خواهد خدمت و عرض که برنامه گلر باش بود جور چوی خب برنامه که وزنایجی یا علمیجی به هر حال علیرغم کوکاستی بود مقبول بود ولی او رخنه ثروتی گرتن کو و نو اینون مثلا دو حقیقی بندن طرف کو وقتی افقی دفاع خوابه او به نوع آداب نقده متاسفانه ارتشته به هر حال آداب رعایت کردن این گلا مشکلی بینه چی ببینن جناب آقای جهانگیری از فکر دیدیم به هر حال ارتشته بو ما حداقل بو جامعه ما کلی حالا بجون میخوام تشکر گلتگن تازه ارتشکن تازه یعنی خب ریشای چند نه برای دوی من انتظار هبن که این سیمه هبن من انتظار دوی هبن که وقتی اسوات ما اسوات وارد دوی ریب ما هندی که این سیمه هبن رخنه سم بینه گرتن ولی اگه وی روحیات چون یلا باش بود واقعا یلا کیف ما و او کسی که وقت کرده باسکی و منخواست کو بینو به هر حال دفاع خواه بکن اگه نظام گل موافق با او روحیه هم دیگه خواه پرورده که خواه تمرینی بدنیده و هیدی بلکه انشاءالله که دست کرد مجی هم ممنون ام رخنه کو دکتر مدگیرید و گل کسی باش و کارزان و کارناس لجوه که دل ما گرتنه ام به جان و دل قبول دکن ام جی او رخنه گرن که رخنه سرخوشی قبول دکن و ایرو دام اعلام دکن و لحظه ویدا اولو برنامه چوی جنای هر کسی که هات اینان به برنامه دا حق هیل بشادی دا بشدار بید و بید گل مرون تخوی و ام گیک گوتو بیجه بکن حتی امه حبخواجی سعی کن همه کسی که نولوان هات اینان دعوت کن و بینه برنامه خوده ام وینده دکتر جان به اطمینان و قولی دنتا و همه رخنگی رو که ام و اصولی حتما رعایت بکن دست خوش بود نظرات یا جوان اوجی هم آخوتنی دا گود ام لبرجاکی مختلف داشتین برخودن جواکا خو حتی بشین جوابه که بوندی که روشن فکر کیه و چیه بود جواکا خوب پیدا کن بو ایرو و بو وضعیتا خوب پیدا کن انشالله داویا برنامه دا ایرو همه بشین برسه و که باش بو و پرسیاری دقیقن دکتر فرجی ام بینه خدمتاتا و از هست کم توشی تو یک لوان کسابی کو من نویتا زور بر راحتی فایل خویا چویده اینا و ما چه بوقتو چی نخست نسا نویتا هرچند که تا هیچ اشکالک جلو من اگر تو گرش به کی خوش بیاز لمتا ممنونم جی و کی چالاگونه که وی جواکی تا او روحیه های از ممنونی تا ما انشالله اجی و کی تا فیر بم کم او روحیه ها بید و برای هنده محس که ایو ام خدمتات دادا بنجی و توجی نظر خوی کلی در مورد گوتو بیجی ما یه چویی بیجی و ام بحثی به گوتنه ادامه بید azor spas etgan avgazlar rahkilaga va nishmaxori واقعیت او برنامه هم دید حالا البته توفیق نبهد متن تولید از در واقع توزیع و منتشر بین و سطح جامعه دا برنامه هم دید اوج حرکتی که روشن فکرانه خود برنامه و حرکتی که روشن فکرانه بر خلاف برادری ما دکتر تندرست از معتقدم هیچ اشکال نینر مصادیق بین دو متنکی علمی دا دو مصداق دو متنک علمی دا دو تحلیل که رفتارات دو متنک علمی دا دو تحلیل که وقتی تا متن علمی دا نوع اینا خب دبیا به شرط که فرصت بهتر دان که امجی گوتنت خود چیتر بیجن تازی و گوت نگوت اما فخر رازی او گوت نگوت اجار مپیوه از ابتدا سوا بحثه که چون ما امتخازم بحثه که متودیک بکن او گلیک فیر بین
ام سر او آخدنا که هنگو نوم اینا هم عرض یک دقیقه آخدنی بکن اما بحثی به قول قدما و به قول منطق و فلسفی اما بحث اپوخه کن بحث تعلیق کن و بشین اصلا بحث متودیک بحث روشمند و هم بزنن واقعا روشن فکر که آیا ها کانتکست ها که هم تعریف دکن لحاظ متودیک روشن فکر مکسه کرد جامعه علمیه داد جواب علمیه داد فرمایش شد از فکر کم ده استارتا و بحث لیدا او بکا از بیجم آقای فرجید بیجید جامعه دبیام رها کن و جامعه مسیرها خوب چید نه آقای ابراهیمی اگر تو جامعه رها کش جامعه برچلات ده بگیرید یقات ده بگیرید و بشته برم متن حوادث دا او رخنام سر کارگر و کارآفرینت سیاسی بین که تغلات کنه نه روشن فکری فرهنگی روشن فکری سیاسی که همدین هم گنم مفهوم متودی سر و خاطر پروسا حرکتی ها جامعه بحثا کالچر و فرهنگ دا از معتقدم باوریام اوه که جامعه حرکت اید لحاظ پیش کردن شاید دو ده پیش نوکه پیش نها او فرصت چه نبکم و هر وقت که لگوی کدو راجبا بحثکی متودیک بحثکی روشمند هم آخوته نیکن از خوازم بیشم جامعه پویا هست جامعه داینامیکه حرکت خود کرد و زمان جی مزنترین نقاده سر فکر هر کسی که سر رفتار هر کسی که زمان نقدید کرد بجید کفر آروکه ایمانا سبعیه خب توای آخدنام لبو مبحثه نزانمش دقیقا که داری آخد نگیریه بس ایمانام یا باورام یا قلبیه که از معتقدم او فضا که او رو که جامعه علمیه حاکمه او کارآفرین و کارگرید سیاسی حالا اکتوریت سیاسی اگر جامعه رها کن شاید مسیرها جامعه طبیعی تر بید نه روشن فکر جا اگر همگهش نه بحثا متودیک اجازه هم بحثا متودیک روشن فکری آخوت نبکه روشن فکر واژه‌ای که به اصطلاح وارداتیه و که زور مفهومید مدحوز علوم انسانی دا که مفهومه که وارداتیه روشن فکر حالا زمانه که او مفهومه فرانسه پیش هنگی بار دیتر معنایی دا روسیه دا او مفهومه حالا وارد دنیا مدرن دا دورا قاجار دا وارد فلاتا ایرانی بود تعریفه که عربی منور الفکر بود بخو گرد به ازا هر وکی همه مفاهیم ها در هر جغرافیایی که در مفهوم روشن فکری کار کرد و کارویژه و شولت جور با جور و متفاوت در بیان من انتظار حبیل و مفهومه و که هر مفهوم علوم انسانی تعریف متنوع من از بیشم اگر تقلای بکن سر و مفهومه که اوتش تعریفا که از روشن فکر ارائت کن تعریفه که متقن و فراگیر و همه جانبنینه اوجی نوعی که رفتاره که روشن فکرانه یعنی تو بگه با قناعتی که او تعریفا که تو روشن فکریت که تعریفه که
جامع و کامل فراگیر نینه مفهوم در واقع رفتاره که روشنفکرانه. اما روشنفکر به داوریامن چیه؟ به داوریامن چیه که حالا برادری ما بحث کرد مبانی نظری چند اندیشمند و بحث کرد که او تعریف کنن. برخلاف آقای دکتر لحوزه کی بخشه کی دا از حالا معتقدم روشنفکر نقاد و نظم موجوده، یعنی نقد کرد نظم موجود. اول یک بعدا دیده روشنفکر پیش جامعه ناکرد. اساسا از معتقدم روشنفکر پیش که قدرت نقد کرد توده نقد کرد. روشنفکر در واقع دو نیازت توده نه دو او هیجانت که قراره سر و هیجانات در واقع رفتارت خوب فعالیت مثلا روشنفکر طرف توده و طرف ضعیفه. نه روشنفکر طرف مقابل توده، یعنی برکات توده راست داد نقد کرد رفتارت اجتماعیات توده. الزاما روشنفکر در بطنا جامعه دو ممکنه محبوب نبید، چون رفتاریت و رفتاریت دیگراندیشانه. دو پایگاهت اجتماعی نینه، یعنی دو هنده نینه که دسته که جلکیت کردی برکت 13-14 ستادا بچید هنده یک دستا بلند کرد از زور شفاف بشه زور جون نقد کرد وضع موجود. او میخواست مفهومه که بومی ناتیو مفهومه که الگوه که بومی تعریف ها روشنفکری من نظر خوابی ای بس او مفهومه که زور ناقص بید و زور نقضی صدا بینه کردن که هم ده بحث دکتر جان از معتقدم توده اگر شاشتی یا غلطی یک هیا اول جاوی روشنفکر دارن چون بالاخره روشنفکر وقتی که دیگه از روشنفکرم به خوب نقشه که تعریف کرد یعنی به از چی گربم گوتن اگر جالب هیت بیجید ظاهرات توده باطنا رفشنبیریه یعنی اف شروع و رفشنبیر دبید جواکی دا بکرد ناکرد اما دینی سرکوفت جواکی داد توده وقتی که بیجن خلطی یک جواکی دا هیا اولا نوید ریشه که دیروکی و جواکی هیا یعنی ریشه های تاریخ اجتماعی داره بشتی هنگی وقتی بود رفشنبیر نوید وان رها وان ریشه بررسی ناکرد به چه درازیایی که به چه معلفه به چه فکره که تینید سرکوفت جواکی داد چون اصلا جواکو هیچ تا نگشته به آستی که خود تعریف بکرد بیچه ها بشید مثلا ریا که باشتا بچید جنابت از سوشیولوژی خواندیه جامعه شناسی خواندیه رفتار اکتورا برایند و فعالیت اجتماعی و رفتار توده خب او تا حتی لیره گمه موافقه یا نه اما مفهومه که آرو که از تو صدا مباحثیت کن مفهومه که در ویا در بیا ام مفهومه بینن لیره بقولی ورز داد کانه بزانین ام مفهومه آیا در چارچوبه و جغرافیایی در چه میزان کار کرده اصلا برای خوب دیده تعریف ها که تازه بحث لیکن اساسا هیچ روشنفکر اگه ارومیه دا تعریف ها دا جیب جینو و امر که دی پیش جامعه ده نکر روشنفکر از قضا روشنفکر دی پیش توده و پیش جامعه ده با اگر روشنفکر پیش توده و جامعه نبا اصلا چه تغییر و اسلام دست نکن او خودنه حتما
نقد کردن او حتما پخش کن به هر متاسفانه لورمیا که از تو دیدو جینت کن فکر دیگن که چون بستره که اجتماعی دانه و چون جامعه اون به عنوان روشنفکر تناسید دبیا به عنوان رهبر به عنوان کسی که خطی در واقع جامعه دبیا دو دابید جامعه که رقص دیدابید جامعه که شعر و شاعره لاجا لاجا بیجه دنگی ولی تئوری و فیلسوف جهل تر بید او جامعه اساسا جامعه که هیجانیه یک کشوریت اروپای آفریقای شاعره که انقلاب چی کرد بس وقتی به رئیس جمهور جامعه نابود کرد مدید دا حالا لیره من لاجت گوتن برادرین ما بخو لیره بحثیت متودیک دکرن گوشه که شهر دو که همچه بگن که روژا مثلا انتخابات ده همه اکثر جماعتی بکش نسه کرسی ها چه رفت داره که مجی پر لاجا و اگر وقتی هم دو تاریخ ها کردی مثلا تدی مگود ملای جزیران چوچ بومه فیلسوف وکی مولا صدرا جامعه کرده باریده پیدا کرد تعریف روشنفکری اصلا مفهوم و گل نقدی عجیم بیه هم نقدی دتشتن هم فرهنگ و تودیه هم فرهنگ و ملته یا دیگه قدرت حالا هژمونی قدرت سیاسی و کوهی هر دو کنجی هم دبی اونا گل هر کو اساسا تعریف ها روشنفکری به نقد خود روشنفکر رو دست بیاد هر انسان دو کاره روشنفکر خب مبست های دکتر قاعدتا او نگاهن نه خب نگاه هم دزان به خواب نه جامعه ما یا حالا سنتی ده آیا سنتی ده چه نقاط ما سنتی چنن مشخصه هست وقتی هیا نقاد سنتی هست کسی که عشیره عادت عشیرتی عادت سنتی عرض به حضور فرهنگ و مرد اینه نقد کرد وی لحظه نظرم نقش رو روشن بگید